سلام داداش. سلام خوبی؟ خسته نباشی. میگم بچه تهرونم. میخواستم برم میدون شهید امام. درک کن. گیجم نکنی تو رو به قرآن. کجا؟ میدون شهید امام. میدون شهید امام. ساختم ها. خیلی نری؟ نرم. آره. داداش بلد نیستی بگو بلد نیستم. نرو چیه؟ هم ببین من نه که بلد نباشم. واسیتش با بچه ایجا نیستم. کاشونی هم وحشتم گرفته بود. یه سر بودم آرو بید گل. حالا میخوایم لحظه تو سه لحظه علایی میاد میشد میگوه او چیه؟ میگم شوخی داره. نه آقا این آدرس میخواد بنده خواه بچه تهرونه من چی کنم بچه تهرونه؟ یعنی چی؟ کجا میخوای بری؟ میخواستم برم میدون شهید امام. شهید امام خب برو زود برگرد. برگرد چیه؟ غریبم راه گم کردم داداش. نداره بابا. آدرس میخوام. خب چون نمیگی آدرس میخوام دیگه. خب ببین ایگوله دمیری ایور. ایگوله چیه؟ منظورش ایگوله. خب منم که همینو بهش میگم منظورش ایگوله منم همینه. بابا من فرق میکنه گفتنم با تو. یعنی چه بابا اصلا انگلیسی زیرنویس فارسیش کنید. بابا بذار ما بشم انگلیسی بلدی؟ آره. تمپیسی بلدی انگلیسی انگله؟ نه بابا ایگوله انده میروی. نه همون فارسی سرت میشه میفهمی؟ فارسی. خب ببین ایور کرفتی میری اوور او دسته نمیری و ایگوله پشتی چیزی میشه. رو دروغ گفت. ترجمه کنی من نمیفهمم. من خودم هم نفهمیدم باور کن. بابا من بچه اینجا تو میگی دروغ گفت. نه خب ببین طرز گفتن جوریه که نمیفهمم. ببین ایگوله میری ایگوله وایسا. ایگوله یعنی چی؟ یعنی اینجا. آها اینو میخوای خب بگو ایسا تا اینجا. از اینجا برم. آره. ببین تو میری ایگوله خیلی جسنا داره. جسنا چیه؟ نمیدونه هیچی. بچه کجا؟ منم جسنا نمیدونی؟ جسنا اینا که روش میری با قبلش سرعت گیر. خب غولا را میگه غولا. غول هیچی هم نمیدونی. سب داداش همون فارسیشو با من بگید من ممنون دارتون میشم. من رامو پیدا کنم گورمو گم کنم. مرسی. حالا بذار من آدرس بدم. ایگوله دکرافتی میری ایوا دوباره اونجا دکرافت. یه زحمتی میکش آدرس نمیخوام. خود اینم نمیفهم چی میگه. نه مرسی زحمت. به قرآن بفهمی. بابا تو بچه کار شاش همه رو تای آوردی. داداش حاضر نیستم به خاطر یه آدرس بحث کنیم. چی بدش برو چه بلدی؟ چه میکنی؟ از تو بخور کردی ببر اینا. چه میکنی؟ والا دیدی نزدیک برو پام دوباره. چرا رفت؟ این نبود. اینم آدرس نمیخواست معلوم نبود چه کنه. چسش عدس دین نوز بود یه شک میخواستم. خب تو اینجا چه میکنی؟ من بچه وحشتم گرفته به قرآن. خب اینجا خیبو شب بیا بریم گنبی ما. کجا؟ گنبیه دیگه چیه؟ او تاقده که سهر رو که توش میشینه دخمه نبودو. دخمه میخوان خودت چه قنبی دیگه چیه؟ قنبی کنه گنبیه دخمه نه دو دخمه حالا هرچی ببریم شب یه ما والا یک کوی که شمار دو بوده من